كل أرضي ذنبي تعلى من قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و علاقمندان برنامه زلال ایمان از شبکه جهانی وصال حق. الله متعال را سپاسگزاریم که برای ما این فرصت را عطا نمود تا با یکی از برنامه‌های دیگر زلال ایمان در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشیم. همچنان کارشناس برنامه جناب استاد فضل الحق سلیمانی را نیز در استودیو با خود داریم. خدمت حضور ایشان ابتدا عرض سلام و ادب نموده وی را به برنامه خوش آمدید عرض می‌داریم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز، استاد کریمی بزرگوار و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند، و امیدوارم که در این لحظاتی که به همراه شما توفیق همراهی با بینندگان عزیز رو داریم، الله متعال آنچه که مورد رضای اوست بر زبان بنده و شما در این برنامه جاری بگردد. آمین. تشکر از شما جناب استاد. همچنان که بیننده های عزیز از برنامه های قبل اطلاع دارین که برنامه زلال ایمان یکی از برنامه های ایمانی شبکه جهانی وصال حق است که در برنامه های گذشته در خصوص ایمان و ارکان آن صحبت شد که در برنامه قبلی هم در خصوص کیفیت آغاز وحی صحبت کردید و همچنان ایمان به الله و ایمان به ملائکه و در این مرحله در ایمان به کتاب‌های آسمانی قرار داریم که کتاب‌های قبل از قرآن کریم در برنامه‌های گذشته همچنان شرح داده شده و در این برنامه انشاءالله که پیرامون عنوان وحی و انواع آن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب جناب استاد، می شود ابتدا بگوین که وحی یعنی چی؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونطور که شما اشاره فرمودید، موضوع وحی موضوع بسیار مهمی است و از اینجا اهمیت پیدا میکنه که ما وقتی که درباره ایمان به کتاب‌های آسمانی صحبت میکنیم، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که کتاب‌های آسمانی داره، تمام کتاب‌های آسمانی و علی خصوص قرآن کریم که بیشتر الان کتابی است که به هر حال سالم مونده و مسئول مونده از تحریف، ویژگی وحی بودن اونهاست، یعنی اینکه از طرف الله متعال است. وحی یک موضوع بسیار مهمی است که الان خیلی از مستشرقین، خیلی از دشمنان کتاب‌های آسمانی سعی و تلاش دارن تا این نکته رو زیر سوال ببرن با شبهات مختلف، و چون زیر سوال بردن این موضوع زیر سوال بردن اصل کتاب‌های آسمانی است. وقتی که درباره قرآن کریم ما صحبت می‌کنیم و اهمیت قرآن کریم رو مطرح می‌کنیم، اهمیت قرآن کریم به خاطر نسبت داشتنش به الله تعالی است و نه به خاطر اینکه محمد علیه السلام این کتاب رو برای ما آورده، بلکه اینکه به خاطر اینکه این کتاب وحی شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این جهت موضوع وحی و پرداختن به اون بسیار مهم هست. اما درباره سوالی که شما فرمودید که خود وحی چیست، بالاخره باید بدونیم که وحی چیست. زیاد شنیدیم ما در باره وحی که وحی چیست و درباره وحی زیاد شنیدیم و تا حدود یک تصوری از وحی ما داریم، اما به خاطر اینکه نسبت به موضوع قرآن کریم و نسبت به آنچه که در قرآن کریم هست و نسبت به اینکه مطمئن بشیم که شکی در این نیست که این کتاب نمیتونه، که این کتاب امکان نداره که کلام یک انسان باشه، بر خصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و شرایطشون و وضعیتشون و شخصیتشون قبل از نزول قرآن و حتی لحظه نزول قرآن، باید درباره وحی بیشتر آگاهی پیدا بکنیم. وحی، وقتی که صحبت از وحی میشه، خود وحی در لغت به معنای کلمه‌اش به اصطلاح اگر بخوایم صحبت بکنیم، یک معنای کلی رو در بر میگیره، به معنای القا. وحی یعنی القا کردن. وحی وقتی که صحبت میشه، بسیاری از علمای دین مبین اسلام
و از مفسرین ما و از محدثین ما آمدن و صحبت کردن درباره معنی وحی و بسیاری از اهل لغت هم مثل راغب اصفهانی، مثل ابن فارس و دیگران و وحی رو دوست معنی کردن. یکی از معانی که درباره وحی صحبت میشه درباره به معنای اشاره سریع هست. اشاره سریع، یک اشاره خیلی سریع کردن، این بهش در لغت عرب وحی هم گفته میشه. و معنی دیگری که باز استفاده میشه برای وحی به معنای اطلاع خفی. خفی یعنی پنهان و مخفیانه. و اطلاع خب میدونیم که یعنی خبر رساندن. یک خبر رو به صورت مخفیانه رساندن، این هم به معنای وحی. تعبیر وحی براش استفاده میشه. و معنی عامترش که هر دوی اینها رو در بر میگیره بحث القاست. القا کردن، یک چیزی رو منتقل کردن. این معنای لغویش است. در معنای اصطلاحی وحی، وقتی که درباره وحی در مصطلح شرع وقتی که صحبت از وحی میشه، یعنی اینکه اون کلامی یا مفهوم و معنایی که الله متعال قصد میکنه او رو منتقل بکنه و منتقل میکنه او رو از طریق ملائکه خودش یا به صورت مستقیم به رسولش. وقتی که الله متعال به رسول خودش، به یکی از انبیای خودش یک معنایی رو منتقل میکنه، یک کلامی رو منتقل میکنه، اینو ما بهش میگیم وحی. این به صورت مختصر وحی در معنای لغوی و در معنای اصطلاحی اونه که در قرآن کریم هم به معنی مختلف دیگری استفاده شده. خب تشکر از شما جناب استاد از اینکه گفتین وحی به معنای القا و ارسال سریع، یعنی رساندن خبری به طور خفی همچنان گفتید. حالا میشه بگوین که وحی در قرآن کریم به چه معناها آمده است؟ در قرآن کریم اگر مراجعه بکنیم کلمه وحی حدود 71 مرتبه در قرآن کریم کلمه وحی استفاده شده. حالا چه به صورت اسم، یعنی خود الوحی، خود وحی و به صورت اسمش، و یا به صورت فعل استفاده شده، مثل یوحی، اوحینا، اینا تعابیری که مثلا اوحا، اینها تعابیری است که به صورت فعل استفاده شده. مجموع آنچه که به صورت فعل به کار رفته حدوداً 40 مرتبه به صورت فعل به کار رفته کلمه وحی در قرآن کریم و حدود 31 مرتبه هم به صورت اسم به کار رفته در قرآن کریم. و علاوه بر این که خب این 70 مرتبه، یعنی بیش از 70 مرتبه استفاده شدن کلمه وحی در قرآن کریم نشانه به اهمیت این موضوع داره. معانی مختلفی هم در قرآن کریم برای وحی استفاده شده. وقتی در قرآن کریم نگاه میکنیم، همون تعبیری که ما استفاده کردیم و گفتیم به معنای اشاره و اشاره سریع هست، معنای اشاره سریع در قرآن کریم هم استفاده شده برای زکریا علیه السلام و فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة و عشیة. علیه السلام میفرماید وقتی که زکریا به او بشارت فرزند داده شد در محراب و خارج شد، در سوره مریم داریم این تعبیر رو و این حکایت رو در سوره آل عمران هم داریم که الله متعال میفرماید وقتی که به سمت قوم خودش رفت و خارج شد، اونها اشاره کرد به صورت سریع که ذکر و تسبیح الله متعال مشغول باشند. یکی از معانی که در قرآن کریم استفاده شده پس اشاره سریع هست. یکی از معانی دیگری که در قرآن کریم وحی برای اون استفاده شده، کلمه و تعبیر وحی استفاده شده، الهام هست. الهام و الهام هم همون انتقال و القاست. القای یک معنا به یک از یک مصدری به یک مصدر دیگه، به یک مرکز دیگر. در قرآن کریم کلمه وحی به معنای الهام برای چند جا استفاده شده. ما در سوره نحل که بر اسم سوره زنبور عسل هست، الله متعال درباره زنبور عسل میفرماید و اوحى ربک الی النحل. الله تعالی الهام کرد. اینجا اوحى به معنی وحی نیست. اون وحی که ما حالا بیشتر مد نظر ماست و درباره قرآن کریم به صحبت میکنیم، یکی از معانی وحی الهام هست. اینجا این معنا نیست که الله تعالی ملکی فرستاده به پیش زنبور عسل که به زنبور عسل این موضوع رو مطرح بکنه. اینجا معنی چی است؟ الهام هست. و اوحى ربک الی النحل، و پروردگارت الهام کرد به چی؟ به زنبور عسل. یعنی که خود زنبور عسل این درک در او ایجاد شده به قدرت الله متعال. این درک در او ایجاد شد که این کار رو بکنه. یعنی تخذ من الجبال بیوتا، تا آیه ادامه داره که چه جاهایی برای خودت خانه انتخاب بکن و چگونه از گلها استفاده بکن و اینکه عسل تولید بکنه. این تعبیر رو ما به معنای الهام همچنین برای غیر از زنبور عسل برای انسان‌ها هم داریم.
انسان‌هایی که اونها جز انبیا نیستن در قرآن کریم. با عنوان نمونه برای مادر موسی علیه السلام میدونیم که مادر موسی علیه السلام نبی نیست و جز انبیا نیست. الله متعال میفهمد و اوحى ربک و اوحینا الی ام موسی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و من الله با عظمت وحی کردم. اینجا تعبیر اگر بخوایم به معنای لغویش استفاده کنیم، اما اینجا وحی کردن این معنای ارسال رسول و ملکی به سوی مادر موسی علیه السلام نیست، بلکه و اوحینا الی ام موسی یعنی الهام شد بهش. الهام شد یعنی این گونه درک کرد، این گونه احساس کرد، این گونه فهمید که باید این احساس در او ایجاد شد که چیکار بکنه، که بچه‌شو شیر بده و وقتی که بر او ترسید او رو در یک گهواری بیاندازه و بگذاره و در آب بیاندازه. اینجا هم ما تعبیر وحی رو برای چی داریم؟ برای مادر موسی، برای زنبور عسل داشتیم، برای مادر موسی داریم. اینجا معنی الهامه. همین تعبیر رو ما برای اتباع عیسی علیه السلام هم داریم. و اذ اوحیت، الله متعال درباره حواریون یا همون اتباع موسی، یاران عیسی علیه السلام، یاران عیسی علیه السلام یا صحابیشون به تعبیر دیگه میفهمد و اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسول. اون لحظه رو بیاورید که من الهام کردم به حواریین. اینجا به معنای اوحیتو به معنای وحی رسول نیست. ملک نفرستاد الله متعال. اگر ملک میفرستاد برای حواریون خب اونها هم نبی میشدن دیگه، بعضی اونها هم نبی میشدن بعد از عیسی علیه السلام، در حالی که همه ما میدونیم که اونها نبی نیستن بلکه یاوران و صحابه عیسی علیه السلام بودن، اون حواریون. و اینجا هم به معنای و اذ اوحیت، وحی به معنای چی؟ اوحیت از مصدر وحی گرفته شده، فعل اینجا فعل به کار رفته و مثل و اوحینا الی ام موسی یا اوحى ربک، اینا تعابیری است که همه فعل وحی است. هر سه این تعابیر برای زنبور عسل یا برای مادر موسی یا برای حواریون، اینها به معنای چیست؟ به معنای اینها همه معنای الهامه. اینها رو ما الهام معنی میکنیم و اینجا به معنای الهام استفاده شده، نه به معنای ارسال رسول. این معنی دوم. پس معنی اشاره سریع است، به معنای الهام هست و وحی به معنای القا هست و معنای القا هم در قرآن کریم استفاده شده که الله متعال القا میکنه مستقیم به بندگان خودش و به نبی خودش. و همچنین به معنای امر هم استفاده شده، به معنای امر، وحی به معنای امر. مثلا ما در سوره مبارکه زلزال داریم که از الله متعال درباره وقتی که اون زلزله عظیم اتفاق میفته و اون زلزله بزرگ واقع میشه، الله متعال میفهمد که زمین چیکار میکنه؟ آنچه که در سینه داره و در دل داره همه رو بیرون میکنه. به ان ربک، چرا؟ به ان ربک اوحى لها، به این خاطر که الله متعال به او چی کرده؟ به او اوحى. اینجا اوحى به معنای امره، به این خاطر که الله متعال امر کرده به زمین، امر کرده که چی کن؟ که آنچه که در دل داری رو بیرون بریز. و این معنی اشاره سریع به معنی وحی، به معنی الهام، به معنی امر و معنی انقا. و معنی دیگری که ما داریم وسوسه هم در قرآن کریم برای به عنوان به معنای وسوسه هم استفاده میشه. این وسوسه در کجا استفاده شده؟ برای شیاطین. الله متعال میفرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. این شیطان ها وحی میکنن، به تعبیری که این وحی اینجا تحت لفظی حالا اگر بخوایم ترجمه کنیم، اینجا وحی به معنای ارسال رسول نیست، یعنی شیطان هیچ قدرتی نداره که بخواد ملک بفرسته برای کسی دیگری. اینجا به معنای چی است؟ اینجا به معنای وسوسه است. اینجا شیطان وسوسه میکنه یاوران خودش رو و پیروان خودش رو. این هم یکی از معانی دیگری است که در قرآن کریم برای کلمه وحی استفاده شده، معنی وسوسه کردن. این هم در قرآن کریم استفاده شده. اما آنچه که بیشتر در قرآن کریم استفاده میشه و مسئله وحی، مسئله چیز؟ مسئله همون مسئله اصلی که در شرع از اون استفاده میشه، وحی، حالا با انواع مختلف خودش، حالا خود وحی باز انواع و اقسامی داره. القا از طرف الله متعال به پیامبر نازنینش است، حالا چه رسول الله صلی الله علیه و سلم و چه انبیایی که قبل از ایشون بودن. برای غیر انبیا وقتی که استفاده میشه به این معنی که گفتیم به کار میره. برای غیر انبیا وقتی که وحی استفاده میشه، کلمه وحی مثلا برای مادر موسی، برای زنبور، برای حواریون، برای زمین، برای شیاطین، اینها وقتی که استفاده میشه معنای وحی، اینا هر کدوم معنی خودش رو داره، یا معنی الهام هست، یا به معنای امر هست، یا به معنای وسوسه هست. اما وقتی که این معنی برای یکی از انبیای الهی استفاده میشه، اینجا اصل محض مورد نظر ماست.
ما درباره بحث‌های دیگه، حالا وسوسه که خب روش بحثی نیست، وسوسه میشه دیگه، شیطان همه رو وسوسه میکنه، رو بحث نیست. آنچه که درباره موضوع بحث ماست و درباره قرآن کریم مطرح هست و مهم هست، موضوع وحی به معنای القا، موضوع وحی به معنای انتقال معنا و کلام از طرف الله متعال به یکی از انبیاء الهی است که خود این به چند شکل باز صورت میپذیره. اینها معانی هست که مختصره، یعنی آنچه از معانی هست که در قرآن کریم درباره کلمه وحی و تعابیری که برای وحی استفاده میشه به کار رفته. جزاک الله خیرا استاد از اینکه شرح بسیار زیبا دادید و اشاره کردید که معنای وحی در قرآن کریم به انواع گوناگونی آمده و حالا وحی که ما میخوایم در برنامه شرح بدیم، وحی همون ارسال ملک از جانب الله متعال به طرف نبی از انبیاء الله متعال، میشه بگویم که طریقی خود وحی بر چند نوع است؟ وحی که ما میخوایم یعنی قرآن کریم نازل شد، امینا وحی بر چند نوع است؟ وحی به معنای القا و ارسال معنا یا کلام و انتقال معنا و کلام از الله متعال به انبیاء الهی که مد نظر بحث معنای ماست و اصل موضوع ما و بحث وحی به معنای شرعی و مصطلح شرعیش انواع مختلفی داره که این از سیاق بررسی آیات کلام الله مجید و روایت های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم در این باره مشخص میشه. ما اگر بخوایم درباره انواع وحی صحبت بکنیم، میدونیم که وحی، خب ما الان از یک معنای صحبت میکنیم. الله تعالی اراده میکنه که کلام داشته باشه یا کلامی رو بفرسته یا معنی رو القا بکنه و بفرسته به پیامبرش. چگونه انجام میشه این کار؟ این مهمه. چرا؟ چون دانستن این موضوع به ما کمک میکنه در چی؟ در فهم اصل حقیقت قرآن کریم و چگونگی وحیش و پاسخ دادن به شبهاتی که احیانا عده‌ای از مخرزین مطرح میکنن درباره قرآن کریم و اصل ارزش قرآن کریم و کلام الله متعال، قرآن کریم که کلام الله متعال است، به این خاطر است که این طریقه مطمئن نیست. این طریقه‌ای که این انتقال معنا صورت گرفته و کلام صورت گرفته یک طریقه‌ایه که کاملا مطمئنه. خود وحی به صورت کلی القای معنا از الله متعال به یکی از انبیاء الهی به چند معنا صورت میگیره، به چند شکل صورت میگیره. ما در قرآن کریم اگر بخوایم بیایم در این باب صحبت بکنیم، در سوره مبارکه شورا الله متعال در آیه 51 الله متعال درباره انواع وحی در یک آیه برای ما به صورت دسته‌بندی صحبت میکنه. الله متعال در این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لبشر، هیچ انسانی نبوده که ایکلمه الله، که الله متعال با او هم کلام بشه، با او کلام بکنه، کلام خود رو به او بفرسته. معلوم صحبت ما چی است؟ صحبت ما از کتاب‌های آسمانی است. موضوع بحث ما موضوع ایمان به کتاب‌های آسمانی که رکن سوم ایمان هست. اصلا خود موضوع کتاب‌های آسمانی چرا مهمه؟ چون اینا کلام الله تعالی است. آنچه که در از تورات نازل شد، آنچه که در انجیل نازل شد، آنچه که در قرآن کریم نازل میشه، ما میگیم کلام الله. حتی قرآن کریم میفهمد که چی؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی يسمع کلام الله. اگر یک از مشرکین اومد پیش تو پناه برد، او رو پناه بده تا بشنوه کلام الله رو. این کلام الله تعالی است که به ما منتقل شده از طریق وحی. الان الله متعال شکل‌های این انتقال رو برای ما صحبت میکنه در آیه 51 سوره مبارکه شورا. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا، شایسته نیست، هیچ انسانی نبوده که الله تعالی با او کلام بکنه مگر به این شکل‌ها. مگر به چه شکلی؟ الا وحیا، مگر اینکه از طریق وحی باشه. من اول آیه رو میخونم، حالا باز در تفاصیلش دسته‌بندی میکنم. الا وحیا او من وراء حجاب، یا از ورای یک پوششی، پرده‌ای، حجابی. این دومیش نیاز به توضیح داره هر کدوم از اینها. او یرسل رسولا، یا اینکه رسول میفرسته، ملکی میفرسته. رسول اینجا اسمی است که برای ملائکه استفاده میشه. ما در موضوع عزیزانی که با ما در بحث ایمان به ملائکه بودن به خاطر دارن که گفتیم یکی از اسماء ملائکه که به صورت عموم برای ملائکه استفاده میشه در قرآن کریم به کار رفته رسول هست. ملائکه رسول الله تعالی هستند، اونها پیام رسانن. رسول یعنی پیام رسان، کسی که رسالت داره. رسالت اصلا خود رساله یعنی پیام، و رسول یعنی پیام رسان. ملائکه پیام رسان الله متعال هستند که در وحی بسیار نقش پررنگی دارند در موضوع بعضی وحی. الله متعال میفرماید
هیچ کسی رو الله متعال با او همکلام نشده مگر از طریق وحی یا من وراء حجاب یا او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. پس الله متعال وقتی که میفرسته بس به اذن الله متعال اونها وحی میکنن. ببینید الان اینها باز ملائکه هم وحی میکنن، درسته؟ وحی رو میارن. انه علی حکیم، الله متعال علی است و حکیم است. الان در این آیه الله متعال سه موضوع رو مطرح کرد. یکی موضوع چیست؟ یکی موضوع فرمود الا وحیان، وحی. الله متعال وحی میکنه. وحی گفتیم به چه معناست؟ معنای کلیش القا. القا یک معنایی از طرف الله متعال برای رسولش. این القا به چند شکل صورت میگیره. یک شکلی از این القا در خواب است. مثلا نبی در خواب میبینه و آنچه که خواب دیده وحی الله تعالی است. خود این خواب وحی است. این القاست. القا میشه در خواب به او القا میشه، یک حکمی به او القا میشه. ما نمونه این موضوع رو، حکایت رو در قرآن کریم در حکایت ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش اسماعیل ذبیح الله داریم. الله متعال میفرماید که ابراهیم علیه السلام، همه داستانش معروفه که ابراهیم علیه السلام قصد داشت که اسماعیل رو چیکار بکنه؟ ذبح بکنه. اسماعیل علیه السلام رو سر ببره، فرزند خودش رو. این کار آیا یک نظر شخصی ابراهیم بود یا وحی الله متعال بود؟ کدوم بود؟ وحی بود. دستور الله متعال بود. ابراهیم علیه السلام از پیش خود که چاقو بر نمی‌داشت سر فرزند خودش رو ببره. این وحی بود. این وحی چگونه منتقل شد؟ این دستور و امر الله متعال چگونه به ابراهیم علیه السلام رسید؟ در خواب. ابراهیم علیه السلام الله متعال به ما می‌فرماید که آمد گفت یا بنیه، دستور صاف، ای فرزند من، انی ارا فی المنام، در خواب. ای پسرک عزیز من اسماعیل جان، من ابراهیم علیه السلام در خواب دیدم. انی ارا فی المنام، منام یعنی نوم، از نوم گرفته میشه، یعنی خواب. انی اذبحک، من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم. فانظر ماذا ترى، ببین نظرت چیه. الان این خواب سبب شد که به عمل بیاد و آمد و شروع کرد که ذبح بکنه که الله متعال باز به جاش و فدیناه بذبح عظیم. گفتیم یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ای ابراهیم تو با این عمل که حرکت کردی برای ذبح اسماعیل علیه السلام، اون رؤیا رو تصدیق کردی، تأییدش کردی، عمل کردی بهش، اون رؤیا رو تصدیق کردی. اون رؤیا مورد تأیید الله تعالی است. چرا؟ چون وحی است. نه؟ پس این موضوع از این آیات ما این گونه برداشت میکنیم و این نشان میده به ما که یک نوعی از وحی خواب انبیاست. حالا چی میشه که خواب نبی وحی میشه؟ یک تفاوتی بین خواب نبی و دیگران هست که در خواب انبیا شیاطین نقشی ندارن. خیلی از خوابهایی که ما میبینیم خوابهای شیطانی است. جنی میاد در خواب انسان به یک شکلی در میاد، وسوسه میکنه، یک شکلی خودش رو در میاره، یک حرفی میزنه. میتونن این توانایی رو دارن جنها که این شکل در بیان و بعد یک چیزی رو القا میکنه به انسان. اما در خواب انبیا این دخل و تصرف رو شیطان نداره. این دخل و تصرف در خواب انبیا نداره. به همین خاطر وحی که آنچه که در خواب میبینن انبیا وحی حساب میشه. مثلا اگر نبی ببینه در خواب این کار رو انجام داده، این خود به خود یک نوعی از وحی بروز. من جمله کاری که ابراهیم علیه السلام خود آیه اشاره به این داره که ابراهیم ای اسماعیل من در خواب دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم، یعنی باید این کارو بکنم، یعنی این خودش دستور است. پس یک نمونه که این خاص انبیاست. خواب انبیا وحی است، وحی الهی است و واجب الاطاعت در مواردی که امر میشه. این موضوع بحث یک نوعی از انواع وحی است. پس یکی از انواع وحی این بوده که نبی در خواب میدید و ما این حکایت رو درباره رسول صلی الله علیه و سلم هم داریم. در حکایت سحر رسول صلی الله علیه و سلم که سحر شدن و حکایت معوذتین، خواندن قل اعوذ بالفلق و قل اعوذ برب الناس، که ملکی آمد و گفت که سحر شده در خواب و کی سحر کرده؟ فلانی سحر کرده. خود بخش اول موضوع در خواب رسول صلی الله علیه و سلم در خواب دیدن که ملکی بالا سرشون ایستاده، ایشون دراز کشیدن و دو ملک با هم صحبت میکنن که این چی شده، چرا اینطوری شده. و معروف داستان سحر رسول صلی الله علیه و سلم که سحر شدن و خیلی وضعیتشون پریشان بود و خیلی اذیت بودن و در خواب دیدن که دو تا ملک آمدن و گفتگو کردن، گفتن سحر شده، کی سحر کرده؟ فلانی سحر کرده. و چطور سحر کرده؟ گفتن تفاصیلش در روایت آمده
و وقتی که از خواب بیدار شدن فرمودن برید فلان چاه، زیر فلان سنگ یک غلاف خرمایی هست، داخل یک صاحبی رفت داخل آب رفت و در آورد و بیرون کردن و اون سحر رو باطل کردن و سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعدا نازل شد در بیداری. این بخشش در خواب اتفاق میفته. یا مانند خواب ام المؤمنین عایشه بیان می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که عایشه من 2 بار این اتفاق برای من افتاد که قبل از خواستگاری از ام المؤمنین عایشه در مکه مکرمه که جبرائیل علیه السلام آمدن، یک پارچه سبزی به همراه خودشون آوردن و فرمودن که یا محمد علیه السلام این تصویری که داخل این میبینی تصویر عایشه دختر ابوبکر است، او رو خواستگاری بکن، همسر شما در دنیا و آخرت است. و این یک نمونه ای از وحی در خواب است برای رسول صلی الله علیه و سلم. اتفاق افتاد طبق روایت صحیح و برای ابراهیم علیه السلام که اصلا در خود قرآن کریم در صحبت میکنه و برای انبیاء دیگه هم این اتفاق احتمالاً افتاده و ولو اینکه ما در قرآن کریم ذکری بهش نشده باشه. پس موضوع یکی از انواع وحی موضوع چیست؟ موضوع خواب. پیامبری خواب میبینه و اون وحی الله تعالی است، القای یک معنا و یا کلام دستور و امری از طرف الله متعال به پیامبرش در خوابش. این موضوع اول. این در کدوم بخش این آیه 51 سوره شورا قرار میگیره که ما اشاره کردیم بهش؟ و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. این خود همین وحیا یک نمونهش در خوابه. این بخش اول آیه که گفت الا وحیا، این خودش یک بخشیش در خواب انجام میشه. غیر از خواب در بیداری شکل‌های مختلفی داره. الله متعال در ادامه آیه 51 سوره شورا میفرماید او من وراء حجاب، یا از پشت یک پرده ورای حجاب. اینجا اکثر مفسرین نظرشون بر اینه که من ورای حجاب، اینجا گرچه برخی این رو باز به خواب هم تعبیر کردن، اما به ورای حجاب اینجا یکی از معانیش چیست؟ این که موسی علیه السلام مثلا وقتی که با الله متعال هم کلام شد، این هم کلامی اینطوری نبود که الله متعال رو ببینن، مباشر ندیدن، اما الله متعال میفرماد و کلم الله موسی تکلیما. موسی علیه السلام صحبت کرد، کلام کرد با الله متعال، کلام گفتنی. این تاکید خود مصدر خود فعل که دوباره بعدش میاد نشانه به این داره که این کلام یک مکالمه حقیقی بوده، کلام بوده، کلام مسموع بوده. و در سوره قصص هم الله متعال میفرماید که در منطقه وقتی که داشت میرفت در وادی سیناک وقتی که وارد شد در سرزمین مقدس طوا، و اونجا بالاخره در سوره طه هم به تفاصیل این حکایت وارد شده. یکی از حکایت ها برای موسی علیه السلام در قرآن کریم ذکر شده و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج هم اون اتفاق افتاده، هم کلامی با الله متعال بدون واسطه. این نوع دوم، اینم یکی از انواع دیگر وحی است که یا در خواب گفتیم یا اینکه در بیداری بدون واسطه که با الله متعال هم کلام میشه، کلامی که شایسته ذات الله تعالی است. و الله متعال در قرآن کریم از رسول الله از موسی علیه السلام به صراحت صحبت میکنه با تفاصیلش در چند جای قرآن کریم که هم کلام شده با الله متعال. اینجا دیگه واسطه نیست، اینجا دیگه خواب نیست، بیداریه. هم بیداریه، هم هیچ واسطه‌ای در کار نیست. من وراء حجاب هست اما بدون واسطه. و این اتفاق برای رسول صلی الله علیه و سلم هم در شب معراج اتفاق افتاد. این نوع دیگری از وحی است. در ادامه آیه الله متعال اشاره می‌فرماید او یرسل رسولا. اگر اجازه باشه جناب استاد یک برنامه کوتاه میگیریم، بعد انشالله به نوع سوم ادامه میدیم. خب بینندگان عزیز، بعد از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم انشالله که موضوع وحی و انواع آن را با شما خواهیم بود.
حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين عم في الكون سنا يا إمام المرسلين جئت بالنور المبين من إله العالمين عم في الكون سنا كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء بعث حبيبنا محمد ليتمم مكارم الأخلاق. كان صادقا أمينا قبل أن يبعث، وبعدما بعث أوذي من قومه وطرد من مكة فلم يقدم لهم بعد أن تمكن منهم وقدر عليهم إلا العفو والمسامحة. سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد من ظلام وسهاد نحو خير وضياء سيد بالخلق ساد كل أرجاء البلاد من ظلام وسهاد نحو خير وضياء كان للخير دليل بسمة تروي العليل يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء كان للخير دليل بسمة تروي العليل يصفح الصفح الجميل في محياه الوفاء كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه أوذي كثيرا ليوصل إلينا دين الإسلام لينقذنا من النار، فوالله لنفديه بأموالنا وأنفسنا وكل شيء عندنا. سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى سيرة الهادي محمد أصبحت للكون تشهد من رماه سوف يخمد عاث بالذل مدى كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه كلنا اليوم فداء كلنا اليوم حماه يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا ختام الأنبياء يا ختام الأنبياء Muhammad, peace be upon him, was the best teacher who ever lived. He was able to teach students of all types, regardless of their age or level of intelligence or social background. He was the most perfect teacher while he himself was unable to read or write. Muhammad is the last and final messenger of God. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا
ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. عرض سلام مجدد دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز. برنامه زلال ایمان با موضوع وحی و انواع آن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. چنانه که استاد در قبل از میان برنامه درباره وحی صحبت کردند و سوالی ازشان پرسیدیم که وحی بر چند نوع است، که استاد گفتن که به انواعی که در قرآن ذکر شدن که اول به صورت وحی که گاهی به پیامبر صلی الله علیه و سلم یا نبی علیه السلام به صورت خواب و بیداری نازل میشه وحی میشه، و همچنان من وراء حجاب که شرح دادن. و حال بپرسیم که در ادامه آنچه که در قرآن کریم آمده و نوع از وحی که در قسمت 30 قرار داشتیم البته. بفرمایید جناب استاد. درباره وحی اشاره کردیم با 51 سوره مبارکه شورا. کلمات فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. الله متعال فرمود که الله متعال با هیچ بنده صحبت نکرده و همکاران نشده مگر از طریق وحی، که گفتیم یک بخشش احیانا برای در خواب اتفاق افتاده با برخی از انبیا. این وحی به استناد آیاتی که اشاره کردیم بهش و روایت صحیح، و یا در بیداری هم این اتفاق افتاده، بیداری بدون واسطه ملک. اینجا بحث اینجاست. القا، اون بحثی که درباره القا داشتیم، القای مستقیم از طرف الله متعال بر پیامبرش به این شکل که به این اطمینان میرسه که این از طرف الله تعالی است. همونطوری که در خواب این اتفاق میفته، در بیداری هم احیانا این القا اتفاق میفته و این در بخش وحی داخل میشه. او میوارای حجاب که بدون واسطه و مستقیم با خود الله تعالی در بیداری است. موضوع تفاوت این دو تا اینه که این در بیداری است. و بخش سوم که شایع ترین و بیشترین نوع وحی است، موضوع چیست؟ او یرسل رسولا. الله متعال رسولی میفرسته پیش رسول دیگری. رسول آسمان ها رو به رسول زمین میفرسته، ملکی رو برای نبی یا رسولی روی زمین میفرسته. این موضوع الله متعال میفهمد که یرسل رسولا فیوحی الیه ما یشاء، فیوحی الیه باذنه ما یشاء. و الله متعال میفرسته پیامبری رو، ملکی رو، به تعبیر قرآنی رسولی رو میفرسته، فیوحی باذنه فیوحی باذنه ما یشاء. به اذن الله متعال هر چیزی رو که بخواد القا میکنه و منتقل میکنه به پیامبر علیه السلام و هر پیامبر. این نوع ارسال پیامبران، نوع ارسال ملائکه به تعبیر دقیق‌تر، چند شکل داره. احیانا ملک میاد به شکل خود ملکیش میاد، به این شکل میاد که خود ملک به شکل خودش میاد. این اتفاق افتاده. و یا اینکه ملک میاد به شکل خودش نیست، به شکل یک انسانی میاد، به شکل انسانی ملکی میاد. و همونطوری که ما در سوره مبارکه مریم این رو از قرآن کریم اگر بخوایم شاهد بیاریم برای این، مثلا که چطور ملک به شکل خودش میاد، در سوره مبارکه مریم ما داریم که الله متعال میفهمد فرستنا الیها روحنا، به سوی مریم علیه السلام من الله با عظمت جبرائیل رو فرستادم، فتمثل لها بشرا سویا، پس به شکل انسانی خوش‌اندام و زیبا رفت پیش مریم علیه السلام. به شکل انسانی رفت، به شکل یک مردی خوش‌سیما و خوش‌اندام داخل شد بر خیمه مریم علیه السلام. حتی مریم علیه السلام ترسید، یعنی وقتی که این مرد رو دید گفت که من به خدا پناه، به الله تعالی پناه میبرم از تو اگر تو متقی هستی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. این اشاره به این داره که ملک احیانا وحی ملک می اومد وحی بیاره، اما به چه شکلی می اومد؟ به شکل یک انسان می اومد. مریم علیه السلام جبرائیل رو به شکل انسانی دید وقتی که به او بشارت عیسی علیه السلام رو داد. و درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم هم روایت های فراوانی ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله همون روایتی که ما از ابتدای این برنامه آغاز کردیم و شروع کردیم و محور برنامه ماست، روایت حدیث جبریل که معروف هست و مشهور و صحیح هست. این حدیثی که جبرائیل علیه السلام صحابه میفهمند که ما نشسته بودیم در محضر رسول صلی الله علیه و سلم، یک دفعه دیدیم که یک انسانی داخل شد، شدید و بیاض سواد، و این انسان بسیار لباسهای سفیدی پوشیده بود و بعد از اون که لباسهاش سفید بود موهاش هم خیلی سیاه بود
و هیچ اثری از سفر هم بر او نمیدیدیم و غبارآلود هم نبود و آمد و زانو به زانوی رسول صلی الله علیه و سلم نشست و شروع کرد سوال پرسید من ایمان چیست؟ و رسول صلی الله علیه و سلم پاسخ دادن 6 رکن ایمان رو و فرمود صدقت، راست گفتی. بعد اسلام رو پرسید، بعد احسان رو پرسید، هر بارم که میپرسید بعد تایید میکرد و روایتی که مفصل است روایت. بعد این حکایت رسول صلی الله علیه و سلم بعد اینکه ایشون خارج شد فرمودن که شناختید که کی بود؟ صحابه فرمودن یا رسول الله الله رسول علم، الله رسولش آگاه ترن. فرمود جبرائیل بود که آمده بود به شما دین شما رو تعلیم بده. بعد در روایت داریم که جبرائیل علیه السلام چندین بار به شکل دحیه کلبی که یکی از صحابه است، نام یکی از صحابه است دحیه کلبی که زیبا بود خیلی، به این شکل می آمد. خیلی فکر میکنن دحیه آمده، بعد رسول الله میفهمید که جبرائیل بود و میرفت. و روایت های دیگری که ما داریم ملائکه که می آمدن و بر بسیاری از انبیا به شکل انسانی داخل می شدن و می رفتن. پس ملک یا به شکل خودش یا به شکل یا به شکل انسانی می آمد یا می آمد و خودش رو نشون نمیداد، می آمد و منتقل میکرد کلام رو. و رسول صلی الله علیه و سلم در روایتی فرمودن که من این وحی وقتی که یکی از انواع وحی این است که وقتی که وحی میشه بر رسول صلی الله علیه و سلم صدایی به مانند صدای زنگ میشنوم و خیلی شدید هست برام تحملش و این از سخت‌ترین انواعی بود که بر رسول صلی الله علیه و سلم از لحاظ روحی و جسمی وقتی که این نوع وحی نازل میشد برای رسول صلی الله علیه و سلم اثر وحی چنان سنگین بود که اطرافیان احساس میکردن، میدیدن که رسول صلی الله علیه و سلم چنان چهرهشون متغیر شد و عرق میکردن و خیلی فشار بهشون میومد، انگار که وقتی که این نوع وحی بر آنها نازل میشد. در روایت مختلف در این باب صحبت شده. اینها اقسام وحی است. اگر بخوایم خلاصه بکنیم، یکی این که وحی یا به صورت مستقیم کلام بین الله متعال و بین رسول است، مانند موسی علیه السلام کم کلام شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج، یا به صورت خواب هست، در خواب میبینه پیامبری مثل ابراهیم علیه السلام و حکایت ذبح اسماعیل علیه السلام، یا اینکه القا صورت میگیره در بیداری القا صورت میگیره به خود پیامبر علیه السلام، یا اینکه ملکی فرستاده میشه و این ملک هم که فرستاده میشه یا به شکل ملکی خودش میاد، به شکل ملک میاد و وحی رو میرسونه، یا اینکه به شکل انسانی میاد و اون وظیفه‌ای رو که الله متعال به او سپرده انجام میده و میره. اینها شکل‌های مختلفی هستند که در کتاب الله، در قرآن کریم و در روایت‌های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم برای وحی ذکر شده. اینها رو ما به اسم انواع وحی میگیم. یعنی وحی به این شکل‌ها نازل میشده. یعنی وحی بر انبیای الهی به این شکل‌ها و به این طرقی که ما بیان کردیم نازل میشده که در خلال کتاب الله متعال قرآن کریم و در روایت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم اگر بررسی بکنیم این شکل‌ها ما دست پیدا می‌کنیم. خب جزاک الله خیرا جناب استاد از اینکه نوع انواع از وحی را گفتین. الان بگوین که قرآن عظیم شان کلام الله از کدام یک از این سه نوع انواع از وحی است؟ قرآن کریم الان ما خب اینها انواع وحی بر انبیا هستند. ما وقتی که صحبت از وحی بر انبیا میکنیم، خب تمام آنچه که یک نبی انجام میده و مطرح میکنه کلام الله نیست. یعنی اینکه به این معنا که در کتاب الله متعال در قرآن ثبت شده باشه فرق میکنه. کلام الله متعال به عنوان قرآن کریم و آنچه که دستور میده و رسول صلی الله علیه و سلم منتقل میکنه دستور، همه اینها از طرف الله تعالی هست. از طرف الله تعالی هست تمام دستورات. این الله تعالی درباره رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد و ما ینطق عن الهوی، آنچه که صحبت میکنه از روی هوا و هوس خودش نیست. این هو الا وحی یوها، هر چی میگه بهش وحی شده، دستور داده شده. اما همه این دستورات اینطور نیست که کلام الله متعال باشه. ما وقتی درباره قرآن صحبت میکنیم خود لفظ و معنا و کلام الله تعالی است. درباره احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که اون هم نوعی از وحی صحبت میشه، باز هم احیانا احادیثی است که ما بهش میگیم احادیث قدسی که لفظ و معنا هم کلام هم خود کلمه و تعبیر و معنا از طرف الله تعالی است. که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود که الله این گونه فرمودند قال ربکم به این تعبیر. و غیر از اون روایت هایی که هست معنا و دستور از طرف الله تعالی است، اما کلام و تعبیر از طرف رسول صلی الله علیه و سلم. جمله بندی رسول الله است. اصل حکم از طرف الله تعالی است، اما تعبیر و کلام از طرف
رسول صلی الله علیه و سلم است. این تفاوت بین وحی متلو و غیر متلو یکی از تفاوتاش اینه، یعنی تفاوت بین قرآن و سنت، که قرآن کریم هر آنچه که هست لفظ و معنا از طرف الله تعالی است. الان ما درباره قرآن کریم، آیا قرآن کریم از این انواعی که ما ذکر کردیم در وحی، آیا مثلا خواب هم در خواب رسول صلی الله علیه و سلم هم قرآن آمده؟ نه. اگر به خود قرآن کریم مراجعه بکنیم در سوره مثلا شعراء آیه 191 بعد الله تعالی میفرماید و انه لتنزیل رب العالمین، این کتاب تنزیل است، نازل شده است. نازل شدن یعنی از بالا به پایین آمدن. نزول یعنی همین، از بالا به پایین آمده این کتاب. و انه لتنزیل رب العالمین، پروردگار جهانیان. نزل بهی، این رو آورده است پایین کی؟ روح الامین. نزل بهی روح الامین، این کتاب رو خود روح الامین آورده. ببینیم تعبیر کی آورده این کتاب رو؟ روح الامین. اینجا صحبت از چی است؟ ملک است. صحبت از رسول است. اینجا صحبت از القای در خواب نیست. اینجا صحبت از القای در بیداری هم نیست. اینجا صحبت از رسوله. این نوع سوم وحی که در سوره شورا آیه 51 بود، نه؟ که الله تعالی فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. در سوره مبارکه شورا میفرماد انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. بر قلب تو نازل کرده ای پیامبر من. بر قلب تو کی نازل کرده؟ نزل به الروح الامین، جبرائیل علیه السلام. لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، تو شما انذار بدی و به لسان عربی هم آمد. و در آیات دیگری به مانند آیه سوره مبارکه بقره آیه 97 الله تعالی درباره جبرئیل میفرماد قل من کان عدوا لجبریل، کسی که دشمنی میکنه با جبرائیل علیه السلام. و جبریل با اسمهای مختلف با تعابیر مختلف خوانده میشه جبریل. قل من کان عدوا لجبریل فانه، بهش بگید که همانا جبرائیل علیه السلام فانه نزله، نازل کرده این قرآن رو علی قلبک. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله، باذن الله متعال این کار رو انجام داده. قرآن کریم در خواب بر رسول صلی الله علیه و سلم القا نشده. این انواع وحی که ما گفتیم درباره قرآن کریم فقط موضوع ارسال رسول همه جا، و اون هم که یک ملک بزرگ علمه شدید القوا، خیلی قدرتمند شدید القوا است. جبرائیل علیه السلام نزول وحی قرآنی به عهده ایشونه. وحی قرآنی مستقیم از طریق خود قرآن کریم، از طریق خود جبرائیل علیه السلام در بیداری بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده به شکل‌های مختلف بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده. و این موضوع منتفی است درباره قرآن کریم که قرآن کریم در خواب رسول صلی الله علیه و سلم یا القای بدون موضوع ملک بوده باشه. همیشه ملکی آمده و آیات کلام الله مجید رو به مانند حکایت نزول ابتدای سوره اقرا و اولین آیات اقرا که معروف هست و ما در برنامه گذشته به تفصیل درباره صحبت کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا جبرائیل علیه السلام رو حتی به شکل ملکی هم ندید، به شکل انسانی آمده بود. یک انسانی آمد در غار حرا و به رسول صلی الله علیه و سلم رو در آغوش گرفت و محکم فشار داد و فرمود اقرا، بخوان. و رسول الله فرمود نخوندن بلد نیستم. باز دوباره فشار داد، فرمود شدت فشار انقدر زیاد بود که دوباره رسول الله فرمود که اگر ترسیدم که اصلا جان من خارج بشه، فرمود اقرا، بخوان. فرمود رسول صلی الله علیه و سلم بلد نیستم، ما انا بقاره، من خواندن بلد نیستم اصلا. بار سوم باز همین رو تکرار کرد و شدت فشار انقدر زیاد بود که رسول الله فرمود اگر این بار باز میگفتم که بلد نیستم، ترسیدم که کلا جانم گرفته بشه. فرمود که چه بخوانم؟ فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق. خب اقرا بسم ربک الذی خلق، الان ملک آمده به شکل انسانی و آیات قرآن رو داره میخونه. اقرا بسم ربک الذی خلق تا آیات 5 اول سوره مبارکه العلق. قرآن کریم از توسط رسول صلی الله علیه و توسط رسول جبرائیل علیه السلام در بیداری بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شد. جزاک الله خیرا. الان از اینکه وقت برنامه کم مونده میرسیم یک سوال دیگه بپرسیم که در مورد بعضی از انسان‌های مغرض و دین ستیز شبهه‌ای را مطرح میکنن نسبت به قرآن کریم که گویا قرآن وحی الهی نبوده. میگویند که قرآن داشته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که چون پیامبر انسان مثلا زیرک و عاقل و فهمیده و دانا بوده
از گفته های پیامبر است. جوابتون نسبت به این شبهه‌ای که این انسان های مغرض ارائه میکنه چی است؟ این شبهه جدیدی نیست. این چیز جدیدی نیست که اینها خیلی ها فکر میکنن که حالا ادعای روشن فکری میکنن و ما الان هم داریم در عصر زمانه خودمون هم عده‌ای از منحرفینی که فکر میکنن دیگه حالا به پیشرفت و به روشن فکری دست پیدا کردن، علم جدیدی پیدا کردن، اکتشافات جدیدی، کشف‌های جدیدی کردن و شبهاتی مطرح میکنن که خیلی قدیمی است. این شبهات از زمان نزول خود قرآن کریم و بلکه برای امت‌های گذشته هم برای انبیای گذشته هم با کتاب‌های آسمانی بوده و در قرآن کریم هم حتی الله متعال از اینها ذکر میکنه. اصلا چیز جدیدی نیست و اینها کسانی که این صحبت‌ها رو مطرح میکنه اینها همه نشخوار کنندگان همون اراجیف و تهمت‌هایی هستند که بارها قرآن کریم با قدرت و صلابت به آنها جواب داده و در طول تاریخ اینها گم شدن، هر چند وقتی سر بلند کردن و از بین رفتن و باز دوباره اینها عده‌ای که پیرو اینها هم هستن فکر میکنن چیز جدیدیه، در حالی که اینا اگر از تاریخ بحث نزول قرآن کریم، از تاریخ اسلام و دعوت و توحید و فرقه هایی که در طول تاریخ اسلام اومدن خبر می داشتن، این حرفا رو نمی زدن. این یک تلاش مذبوحانه است که قبلا از بین رفته. اما برای باطل بودن ادعای این ادعا که میگن قرآن وحی نیست، ما در ابتدای بحثم همین موضوع رو مطرح کردم که اهمیت وحی به این خاطر است که اینها هدف اینها چیست؟ هدف اینها زیر سوال بردن قرآن کریم. قرآن وقتی که ثابت است که کلام الله تعالی است واجب اطاعته، چون از طرف الله تعالی است. اما وقتی که موضوع ارتباط قرآن با الله متعال زیر سوال بره، خود به خود تو همون محتوای قرآن زیر سوال میره، دیگه واجب اطاعت هم نیست، خود دین زیر سوال میره. الان ما یک موضوعی رو که باید مطرح بکنیم، چگونه ممکنه؟ خیلی ساده صحبت میکنم. زمان رسول صلی الله علیه و سلم ما چند قسمت از برنامه اختصاص دادیم به معرفی و بررسی زندگی رسول الله قبل از نزول قرآن. چرا؟ تا معرفی بکنیم رسول الله در لحظه نزول قرآن خواندن و نوشتن بلد نبود، بلکه حتی تا لحظه وفات هم خواندن و نوشتن بلد نبود. قرآن میفهمد و ما کنت تتلو من قبله من کتاب، قبل از این قرآن هیچ کتابی رو نخونده بودی، ولا تخطه بیمینک، هیچ هم ننوشته بودی. اگر این کارو میکردی اذا لارتاب المبطلون، باطل، نیروهای باطل می اومدن به شک و تردید میپرداختن. رسول الله تا لحظه وفات خواندن و نوشتن بلد نبودن. یک، رسول الله هیچ استادی نداشته که بهش چیزی یاد بده در طول زندگیش در مکه مکرمه. رسول الله با هیچ عالم یهودی و یا مسیحی ملاقات نداشت لحظه نزول قرآن تا قبل از لحظه نزول قرآن. خواندن و نوشتن زبان خودش رو هم بلد نبوده. نه تنها علاوه بر این نه تورات رو میتونسته بخونه نه انجیل رو میتونسته بخونه. این واقعیتی است که هیچ کسی نمیتونه منکر باشه. حالا یک انسانی که هر چقدر هم زیرک بوده باشه، هر چقدر هم ذهنش قوی بوده باشه، آیا امکان داره که انسان من بشینم الان با ذهن خودم، قوه تخیل خودم درباره تاریخ 1000 سال گذشته، 2000 3000 5000 سال گذشته صحبت بکنم و دقیقاً تفاصیلی رو مطرح بکنم از زندگی اشخاصی معین و مشخص مانند پیامبران گذشته، انبیایی که بودن، افرادی که این تفاصیل دقیقاً این تفاصیل در کتاب‌های آسمانی قبلی هم هست، در تورات هست، در انجیل هست. منی که نه تورات رو خوندم نه انجیل رو خوندم و نه خوندنشون رو بلد هستم و نه خبر دارم در اونها چی آمده و نه سفری کردم و نه از کسی شنیدم، الان یک دفعه میام درباره کی صحبت میکنم؟ درباره یوسف علیه السلام به تفصیل، درباره موسی علیه السلام به تفصیل، که تاریخش درباره نوح علیه السلام هزاران سال قبل از منه، درباره نوح علیه السلام به تفصیل صحبت میکنم. حتی در لحظه نزول قرآن عده‌ای از دشمنان میان میگن تو درباره اصحاب کهف برای ما بگو ببینیم اینا کیا بودن. خب مگه میشه من با تخیل خودم بیام بشینم و تصور بکنم که اصحاب کهف کیا بودن، بعد دقیقاً تصاویری رو مطرح بکنم، جزئیاتی رو مطرح بکنم که در کتاب‌هایی که قبل از من بوده، کتاب‌های آسمانی قبل از من و من هیچ اطلاعی از اونها نداشتم و نخونده بودم. قرآن میفهمد هیچ کتابی نخونده بوده قبل از این و اونها دقیقاً منطبق با هم هست. یک چیزه، دقیقاً همونه. و عجیبه که در قرآن کریم درباره مثلا مریم علیه السلام وقتی که صحبت میکنه و جریان کفالتش و تولدش و مادرش و دعاش در سوره آل عمران میفهمد ذلک من انباء الغیب، اینا خبرهای غیب، نوحیه، وحی شده به تو، وحی من الله متعال به تو دارم خبر میدم. ما کنت تعلمها انت، در سوره تعبیر همین رو ما در سوره هود هم درباره نوح علیه السلام هم داریم. ذلک من انباء الغیب نوحی الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم. تو اون لحظه‌ای که اونا داشتن قرعه کشی میکردن که سرپرستی و کفالت مریم رو کی به عهده بگیره اونجا نبودی. درباره نوح علیه السلام چی میفهمد؟ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها داستان نوح و پسرش و غرق شدنش و کشتیش و این چیزا رو تو نبودی اونجا. من الله تعالی دارم به تو وحی میکنم. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نه تو و نه قومت هیچ کدوم از اینا خبر نداشتید. قوم خبر نداره که نوح کی هست اصلا.
اتفاقش چطور بوده، تفاسیرش چطور بوده، بعد ذهن انسان بیاد با تفاسیر اینها رو. این ممکن هست همچین چیزی. علاوه بر این ذهن انسان بیاد از آینده خبر بده. غلبت الروم و هم فی ادنى الارض من بعد غلبهم سیغلبون. الان رومی ها شکست خوردن، چند سال بعد فی بضع سنین، کمتر از 10 سال دوباره اینا پیروز میشن. این از آینده داره صحبت میکنه. علاوه بر آنچه که در قرآن کریم از علومی که ما حالا بحث هایی خواهیم داشت در برنامه‌های پیش رو ان شاء الله درباره اعجاز علمی قرآن کریم، آنچه که قرآن کریم 1400 سال پیش گفته و الان ما بعد از 1400 سال پیشرفت علوم داریم تازه میفهمیم که چی گفته قرآن درباره عظمت کائنات، درباره آنچه که از شگفتی ها درباره و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین نشانهایی است برای اهل خرد و در جانهای خودتان اگر چشم باز کنید و ببینید، درباره نجوم فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم به جایگاه ستارگان و قسم بسیار بزرگی است اگر شما میدانستید. اعجازی در این قرآن کریم هست، شگفتی هایی در قرآن کریم هست، خبرهایی از گذشته هست، خبرهایی از آینده هست، خبرهایی از عالم بالا در ملائکه هست، خبرهایی از بهشت و دوزخ هست، خبرهایی از اینها. چطور ممکنه که با تصور انسانی که خواندن و نوشتن بلد نبوده؟ و استاد اومدن گفتن انما یعلمه بشر. این خود قرآن در سوره نحل داره میفهمه. این هم شبهه است که امروز خود قرآن کریم میفهمه. بعد اون موقعی که نازل میشد گفتن انما یعلمه بشر. اینها یک انسانی بهش یاد داده. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. تازه اون کسی هم که اینا میگفتن از اون یاد داده او اصلا عربی بلد نبود. و این کتابی است که در اوج بلاغت و فصاحت است. یکی از پاسخ است. تازه حالا شاید وقت برنامه اجازه نده، ما درباره ما بعد به تفصیل صحبت خواهیم کرد در این باب باز بیشتر ان شاء الله. امکان نداره که انسانی ولو اینکه اصلا ما بخوایم با عقل محض بسنجیم، چطور ممکنه انسانی بیاد بدون اطلاع از عالم ماحول خودش، بدون اینکه خواندن و نوشتن بلد باشه، بدون اینکه استادی داشته باشه، بدون اینکه مطالعه کرده باشه، بدون اینکه نوشته باشه چیزی، بیاد درباره تاریخ صحبت بکنه به تفصیل، عین همون مصادر تاریخی که خود کسانی که آگاه به اون بودن الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، همون یهود و نصارایی که موقع می‌خواستن این حرفا رو بزنن، گفت اونها میدونستن یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یقین داشتن که این آدم این از پیش خودش این حرفا رو نمیزنه. این هر چی داره میگه تو تورات هست، در انجیل هست. دقیقاً همون حکایت ایمان حبشه، ایمان نجاشی در حبشه، وقتی که ایمان آورد. برای چی ایمان آورد؟ صحابه رفتن پیشش، جعفر بن ابی طالب در رأس همه است، اونها رو به هر حال گروهی که از مکه دنبالشون بودن رفتن کنها رو بازپس بگیرن و گفتن اینها به عیسی اعتقاد ندارن، به مریم فلان میگن، اینطور میکنن. آمد پرسید که نظر شما درباره مریم چه؟ سوره مریم رو شروع کردن بخوندن. سوره مریم کی آورده؟ رسول الله. از کجا خبر داشت؟ وحی شده بهش. وقتی سوره مریم و صحابه رسول الله در مکه در حبشه میخونه، نجاشی چی گفت؟ گفت والله آنچه که شما در کتابتون قرآن میگید با آنچه که ما در انجیل یافتیم سر سوزنی فرق نمیکنه. این عیناً همونه. و دلایل فراوان دیگری که همه اینها دلالت داره که این ادعا یک ادعای واهی و پوچ است و نه مبنای علمی داره و نه مبنای عقلی داره و کسانی که به هر حال متبع هوا و هوس و شیطان هستن طبیعتاً به خاطر اینکه نمیخوان پیرو قرآن کریم باشن و دیندار باشن و تدین دیگه به هر خس و خاشاکی چنگ میزنن. جزاک الله خیرا. سپاس از شما که از اینکه وقتی برنامه یاری نمیکنه تا اینکه ادامه بدیم. ان شاء الله که در هفته بعدی موضوع را ادامه خواهیم داد. خب بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته که خدمت حضور شما عزیزان تقدیم گردید. تا هفته بعد که باز هم با موضوع جدیدی در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. یکایک شما عزیزان را به الله متعال می سپاریم. الله یار و مددگار همه تان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قلبي